شبکه ارتباطات. با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز محترم رادیو امواج، باز هم صدای ما را از فضا میشنوید. در حال حاضر دمای هوا 24 درجه سانتیگراد بالای صفر هستش و یک پنجشنبه شب از شب‌های گرم و خوب تابستون رو در کنار هم سپری میکنیم. بینندگان محترم رادیو امواج، با ما باشید. از اون اول داستان اینجوری نبود، خودت هم خوب میدونی اینجوری نگو به من اینطوری تهدید نکن. امیرعلی جلوش که تسلیم نشد، گفتی منو میخوای، گفتم من تو رو، ولی داری بد میشی تو، پس برو. تازه فهمیدی شده حالا پس بدو، ماشینم نوع خانم داف دست برو بگیرم و بچخونم دوره خودم، نگنده تر تو اینجا دوره شدن. خوندیم و بستیم و پیچوندیم، شاید اگه خوب بودم و میموندیم، ولی تا حالا که برعکس ثابت شده. همیشه اول اشاره دافت گله، مشکلا داری یکی پس دیگری، خوشگل باشی بدون هرو پرپری. ساعت 21 و 22 دقیقه و 23 ثانیه. شاهد ترافیک نسبتا سنگینی در تقاطع خیابان‌های یانگ و پاسداران هستیم. بینندگان محترم رادیو امواج، با ما باشید. توی VIP تو رو دیدم سخت شده مثل ریاضی، پس نیازی به غریبه نیست که مثل خیاری از باغچه سبز شه و زیادی بخواد حرف بزنه، چون خیالی نیست واسه من، فقط مثل شکاری که داره پر میزنه و میگه به 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 به. منم تو دلم میگم بدبخت، پس من جدن در جدم پرندن، شرمندم اگه هر دفعه من تو رو دیدم و رو مو کردم اونوری، تو که میدونستی من نبودم اون دنی. بهت گفتن عمرن امیرعلی باد بمونه و خیلی سری بخواد به پا بشینه و بمونه منتظرت، هان هر دفعه دیدی داف بغلش داشت. هیچ جوری سر کار نمیری، اینجوری براتون بشینی، چشممون شما رو ببینیم، همتون رو از دم میبیچیم و تو یارت نره من کیم، چون با اجتماع کلی درگیرم. نگو تهدیدم، نگو ترجیحن، میخوای بدی منو بزنن ترسیدم. یارت نره امثال ما بودن که خیابونا هر سال رکودن، کاشیم و روش داریم پرست شد. آره اینجا ایناست، داری عوض کن. اگه داری جایی برف میاد اون مایی، دستور پارو میدیم هر جایی، میگیم جمع کنی پن کنی سوار شیم، میگیم به چی گوش بدین تو ماشین.